تنفر جوونا از رژیم و ترس آخوندا از قیام باعث شده به چنین نمایش‌هایی رو بیارن. ولی من الان به جوانم چه جور مثلا حالیش کنم که من مملکتم خوبه، رهبرم خوبه، دینم خوبه، جمهوری اسلامی رو دوست دارم، تو جمعی اصلا میخوام مثلا به جوانا بشناسونم که واقعا مملکتمون خیلی خوبه، رهبرمون خیلی خوبه، ولی بقیه نمیذارم. من چه جور این جوانه قانع کنم که مثلا ما منظورتون از بقیه کیه؟ منظور از بقیه که مثلا یه سریا هستن با ما موافقن، یه سریا هستن با ما موافق نیستن. افراد جامعه منظور. افراد جامعه. رسانه‌ها منظور. آره دیگه، منظورم مثلا رسانه‌های. مثلا معلوم میام رو جوانم کار میکنم به مقصد میرسونمش، ولی با 2 تا حرف فوری دوباره از رده خارج میشه، میگه نه رفتم فلانجا اینجور گفتن اگه جمهوری اسلامی خوبه، اگه رهبر خوبه چرا جلو نمیاد، اگه دینتون خوبه چرا این همه معیشت مردم در به قول گفتن در سختیان، به سختی زندگی میکنن. معیشت مردم خیلی الان خیلی اصلا دیگه چی بهتون بگم. بدبختی آخوندا اینه که صحنه سازی هم بلد نیستن. لااقل اگه میخواید فیگور خوشبختی بگیرید از این بابا یاد بگیرید. حالا جواب این حاجی کلمبوس رو داشته باشید که میاد حرف بزنه سینه خیز میره. و هر جا او ولایت فقیه داره حرفش گوش داده میشه و مدیریت او اعمال میشه ما کارآمدیم. دقت بفرمایید. فقط او بخشی که یه عده‌ای علاقه به غرب دارن و دلبسته غربن میبینید ما تو اونجا گرفتاری داریم. اینو جوان من باید متوجه بشه. تمام بخشای علمی که رهبری پیگیری کرده و ما میتوانیم عده‌ای به حرف او گوش دادن، خب چرا اونا درجه یکه؟ این شما و این هم یکی از اون جاهایی که چون خامنه ای توش بوده موفق از آب در اومده. این لحظه پرتاب ماهواره بومی ظفر به فضاست، ماهواری که به همراه ماهواره بر سیمرغ دقایقی بعد از این پرتاب رصدهای فضایی نشان داد که ماهواره بر در مراحل اول و دوم موفق عمل کرده، ولی در مرحله سوم ماهواره بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسیده است. یعنی هوافضای آخوندا به اندازه این گربه هم ارزه نداره تا از پس یه چنین پرتابی بر بیاد.